این نشر آخرین برنامه اطلاعاتی خبر در سال 2021 است. فضای ادامه سال نو بیشتر در شهر احساس کرده می شود. راهپیمایی نظامی و عمومی گذرانیده شد. قوای حربی نظامی خود را پرقدرت نمود. هنگام پرصداصداترین در سال 2021 این همان عائله هایی بودند که دوام 6 سال اخیر اجاره نشینی کردند. رسما مراجعت کرده از بیابی گفتند. مهمش آن که دهقان قدر مهنت خود را می‌داند. حالا واکسینه گذرانی در کشور با مرام ادامه دارد. بیشتر گزارش‌ها از ایده‌های خبرنگاران و مراجعت ساکنان صورت گرفته است. این وظیفه جانی ما بود تا مشکلات به شکل مشکل باقی نماند. امروز خندین کمان چنین است موضوع امروزی پیچتاب زمان. راستش که من بسیار می‌خواستم که با اینا همکاری کنم، آرزو داشتم، هوس داشتم. چونکه من به اینها تصور کرده نمیتوانم خندین کمانه. خیلی دو دله بودم چی میشه چی نه. من خورسم که اینا با گشته آمدن. من مادر هستم، دل فرزند به میسازد. من گفتم داداشان خودشان تنها ماندگی گفتم. yandan gelişken oldun siz eşitmagam mı xandin kemonu? راستش گام میزدی که نکنیم اگر آدم ها گام بزنه دی خو ها همون گام میزد گوشه سیکه آبان گیریم. همون بالک. اینا می. اینا. بیش استرالیا oynayacak. باسه کو. کم تر خودتون دست بگیرید کلی ما خندیدن گیرد کلی نه خندیدن گیرید. بیا چارچوبه حج و حج نمیشه. باید تحقیر میشه دلکه.